این ترکیبا به نظرم خوب است دیگه. با ترکیب زمینی هم میتونین که سوپر بولر بزنین دیگه، تروور بزنین دیگه، سوپر یتی هم بعضی وقتا استفاده میشه، روت رایدر. این ترکیبا رو میتونین استفاده کنین. سلام افغانستان عزیز، وقت بخیر. چی جایزه داره این تورنمنت؟ فکر کنم جایزش $800 آمریکایی هست اگر اشتباه نکرده باشم، چون تورنمنت ها زیافه است. اشتباه میکنم بعضی وقتا. بریم بچه ها اول رو ببینیم از بچه های ما. استار فواد با ترکیب کوین چارج سوپر بولر میایه بزنه. مپ مهمت را همین اول کار کوین چارج داریم مثلا ساعت 9:30 تل اسکلتی پیدا میشه قسمت. جکایس گولم نیاز به دیوار شکن مثل اینکه نیست. اینجا راه خودش باز است. کوینم همون مسیر میره پیش. هایس گولم داخل نرفت، فقط یک ریج برای کوین تا زودتر خودش به مونولیت برسانه. دیگه فاول شد. یک اینویزیبل تا ریسک نکنه روی کوینش. شاید روی کوین داشت زیاد میشد. یک اینویزیبل دیگه، یک اینویز دیگه هم داره با خودش تا اسکتر شات هم میتونه راحت جمع کنه. بله استفاده نمیکنه و او یک دانه اینویزیبل نگه میداره. خب دوک داریم با کینگ از بالا. کینگ قرار ساختمانهای بینونی رو جمع کنه و دوک هم یک کات ایجاد کنه نیروها برن داخل. نیروها رو مثلا ساعت 10 داریم. یک دیوار شکن تا مسیر باز بشه. عالی. نیروها پس برگشت میخورن. ریش تاوریج فعال شد. یک توتم باید استفاده کنه کم کم برای گاردین که همین کارم استفاده کرد. یک ریج برای نیروها. ابیلیتی واردن استفاده میکنه. اسم سم برای کلنک هستن. آیس گولما یک کمی زمانش هم میگیرن. یک تا توتم استفاده میکنه برای ریونج. بالون اونجا خیلی خوب کار داد. یک اینویزیبل برای سوپر بولرها تا سیف شون. یک ریج دیگه استفاده میکنه. اونجا اسکتر شات ماند. اگر دوک میتونست اسکتر شات بزنه خیلی میتونست خوب شوه، ولی متاسفانه که اون اسکتر شات خیلی داره اذیت میکنه. مجبور شد که فریز کنه. اون اسکتر شات بیبی دراگون استفاده میکنه برای اسکتر شات. آرچر برای تمیزکاری. ابیلیتی کوین داره. ابیلیتی کوین استفاده کرد. اون اسکتر شات خیلی کار خراب کرد. اسکتر شات اگر میتونست بزنه اونجا دوک، یعنی احتمال داشت که اتکش بره 3 استار شه، ولی بازم فکر کنم درصد بتونه بالا ببره. تایم داره 40 ثانیه. فعلا دارن سوپر بولرها اینا دیوار میزنن. 3 تا نیرو 3 تا جای مختلف را گرفتن. اتکش خوب بود فقط دوک و ایناش خیلی یک ذره زود مردن. نمیفهم چرا دو بالا بمب و اینا خیلی زیاد بوده. ها اوکی، دو بالا بمب و اینا خیلی زیاد بوده، مثل اینکه دوک و کینگ را از اون خاطر از دست داده. جی درصد بد نیست. درصد نزدیک به 90% رسانده. خوبش با یک کمی بدشانسی اتک پیش رفت، وگرنه میشد که اتک بره 100 شود. جی اتک اول از بچهای ما استار فواد عالی بود. تورنمنت خارجی هست بین بچهای افغانستان خود ما و کشوری از ترکیه، تیمی از ترکیه. اتک های وارمون وار کسان پیدا نشده هنوز. موهای بوران از دیشب که لیگ تایتان دور استارت زدم تا الان پیدا نکردم. امیدوارم تا آخر وقت پیدا کنه. نمیفهم دلیلش چی است. انور عزیز از شما رو پیدا کرده یا نه در کلن اول تایتان 2؟ سلام صالح عزیز، سلام، خوش آمدین. اتک اول خوب بود بچه، 88% به نظر من خیلی خوب است. ابیلیتی چه من روز مکس نبود. ابیلیتی مکس میداشت شاید بهتر از این هم میشد. میریم اتک اول رو ببینیم از بچه های دیسپلاسید روی مپ رئیس نجیب با ترکیب سوپر بولر میاد روی این مپ اینویزدار. بله یک اسکلتون اینویز میره برای فال کردن اینویزیبل سمت تانهال. یک دیوار شکن دومی هم استفاده میکنه. قرار است که همراه کوین اینجا رو جمع کنه سمت
اوکی یک اینویزیبل استفاده میکنه در بالا تا یکی دیگه. رفت هیلراش از بین رفت. خیلی خوب شد، عالی شد. یک فریز استفاده میکنه اینجا. الان کوینش هم از دست میده و ریونج نکشه. ریونج نزد. عالی شد. اصلا هیچ کاری نتونست بکنه کوینش. خیلی عالی شد. چه مپی گذاشتی نجیب، ولی مجبور از سمت تانهال بره برای 2 استا. حالت اسپورت اصلا شوخی نداره، بدون هیلر، بدون هیچ چیزی. ابیلیتی کوین هم نداره. نیروها که سمت تانهال نیاین خطرناک میشه. بله کینگ استفاده میکنه برای تانهال تا اتکش تکستار نشه. خیلی بد میشه اتکش. هیلرها با 2 ضربه گاردین درجا از بین رفتن. ابیلیتی واردن فصلیه رو ببینید چقدر خطرناک داشت دمیج میداد. ابیلیتی کینگ استفاده میکنه تا دمیج از او زیاد اذیت نکنه. یک ریج دیگه برای سوپر بولرهای بالای سر. اینا رو اسپیتر از این طرف معیشتشون هم میگیره. دیگه هیچ اسپلی نداره. بعد یک ابیلیتی دوک برش باقی مونده و او هم دیگه نال اینجا از بین میره و حتی درصدشان هم پایین شده. بیخی درصد خیلی پایین است. کینگ ایکسپو گرفته، امیدوارم بتونه از بین میبره. دفاع عالی. جی دفاع عالی از بچهای تیم آرتی اسپورتس یا از بچهای افغانستان خودمان. عالی بود. سلام احساس احمد عزیز، سلام، خوش آمدید. بله 74% درصدشون به شدت پایین است و امیدوارم بچهای ما از این فرصت استفاده کنن و بازی را به خوبی پیش ببرن. جی با مپ نجیب و مپ گفتم اینویزدار بود. نفر میخواد از سمت تانهال بیایه که یک لحظه غفلت کرد و کارش گنده شد. با 2 ضربه هیلراش از بین رفت. دیگه و اینویزیبل پشت روی هیلرا دیگه بیفایده بود بخوای استفاده میکرد. کم کم بعد منتظر اتک دوم از بچهای ما باشیم. نمیفهم اتک دوم کی قرار است بزنه. روی درصد که فعلا بازی دست ماست 88 به 74. 10% 13% فعلا بچهای ما روی درصد پیش هستن. آمار خیلی خوبی هست. امیدوارم همین آمار رو بچه‌ها حفظ کنن و بتونن که بازی را برنده شوند. بله دقیقه 29 و ببینیم اتک کی قرار است بزنه. بله یوسف میره اتک دوم ما را بزنه. اف جی یوسف با ترکیب روت رایدر والکری میزنه. یوسف ببینیم چه قسم قرار است ای مپ را بزنه. بله چمپیون ویز داریم از سمت ساعت 4 میدان. ابیلیتی رویل چمپیونشپ ببین نیزه هست. ابیلیتی دوکم راکت بک پک داره. کوین قرار است تیر کوین بزنن. ما حرکتی که چند روز پیش از پیشش دیدیم قرار است که او حرکت را بزنه برای ما دوباره. روباش از دست داد. یک اینویزیبل بیشتر برش باقی نمانده. میتونه که او ریش تاور را هم از بین ببره ولی فکر نمی کنم. بله رویل چمپیون را ریکال کرد. ببینیم در ادامه چی میکنه. او با راکت بک پک اصلا 12 میایه و تیر کوینش صحیح نخورد. تیر کوینش درست نخورد و ایفونون لوتی و مونولیت ماند. مخالف تانهال هم میزنه. چه ریسک بزرگی را میکنه یوسف. ببینیم میتونه که مپا جمع کنه. رایدر والکری ترکیب قوی هست. نمیشه گفت که اتک فیل یا تک است و هنوز شانس داره. اسپل هم زیاد داره هنوز. بلنک اصل خالی شد. ریال چمپیونش در ابیلیتی نره. عالی. ابیلیتی موردن به موقع استفاده کرد تا ریال چمپیونش از دست نده. یک ریکشه سمت مونولیت و اینا استفاده میکنه.
اشتاور این طرف هم دوباره فعال شد. نیروها میتونن خودشون برسونن تا تاون هال. زیاد وضعیت جالب دیده نمیشه. اسپل داره، اسپل توتم و فریز. سمت تاون هال خیلی سنگینه، متاسفانه اتک روی تک استار هم میده. گاردین گرفته در جان آیس گولما، یک فریز هم اونجا استفاده میکنه. دوتا هیت هانتر، متاسفانه هیرو نداره و تنها با روت رایدر نمیشه که تاون هال را جمع کرد. و درصد هم پایین شد متاسفانه. تیر کوینیش درست نخورد، تیر کوینیش درست میخورد راه خیلی بهتر میتونست باز شد، ولی متاسفانه که تیر کوینیش رفت به بیرون و 70% خیلی پایین شد متاسفانه. بازی میفته دست بچهای دیسپلاسید. با این حالت ستاره میفته دست اونا. ببینیم بچهای ما میتونن کامبک بزنن یا ای که بچهای ترکیه کدام اشتباه کنن، کدام تک استار بزنن. درصد شد 31 و 60 و 14 و 80. بعد ببینیم اتک دوم چه قسم پیش میره از بچهای دیسپلاسید. جی به بچهای آرتی اسپورت خود ما. بعد منتظر بشینیم که بچهای ترکیه چی میکنن. تا دقیقه 25. سلام مزیر عزیز. سلام خوش آمدین. سلامونه. بچهای قدیمی دارن تازه دوباره ما را پیدا میکنن. بچهای لایف استریم ما خیلی وقت آمدیم بچه، 1 ماه برگشتیم ولی شما تازه دارین ما را پیدا میکنین. بله بریم اتک دوم تماشا کنیم از بچهای دیسپلاسید با ترکیب سوپر بولر. بله تو این 4 سوپر بولر داریم. مثلا ساعت 9 میدان روی مپ یوسف، روی مپ سجاد ببخشین. علاقم با خودش گرفته. آندری هست نامش. از پشت فایر اسپیتر شروع میکنه، یک اینویز هم استفاده میکنه تا اینه ببره به داخل. فایر اسپیتر از بین برد. یک تانتر سریع استفاده میکنه تا یک کینگ از بین ببره. بر ریکال میکنه. ریجم نگه میداره برای سوپر بولراش. بله از بالا تکش شروع میکنه. سوپر بولر، آیس گولم و ماشین هم کشک انداز استفاده میکنه. دوکم از بالا استفاده میکنه یا گفات ایجاد کنه برای نیروهاش برن وسط. یک ریج سمت تاون هال. سم انداخته شد روی نیروهاش، مجبور است که ابیلیتی بردن مینالی بزنه کم کمی کارم انجام میده. ساختمان فصلی داره کیک های خودم میندازه. فایر اسپیتر هم از اون طرف داره اذیت میکنه. ریونج هم مینالی میتونه خیلی نیروهاش اذیت کنه. اسکلتون استفاده میکنه برای این قسمت که اصلا به در کشون متارچه تاور هست. یک ریج سمت ریونج تاور، یک فریز، یک سپل توتم برش باقی مونده همراه با ابیلیتی کینگ و ابیلیتی کوین. خیلی خوب زده این بازی کنشان. تک بوی 3 استار هم میده چون که 2 تا اسپل داره. ابیلیتی کینگ هم داره و اینجا فقط مونولیت هست که بخواه اذیت کنه. کینگ زد ولی یک فریز. پالوان اگه بزنن، پالوان رو بزنین. کوین موند. 31 ثانیه زمان که دیگه فکر کنم که اتک 100 بچه ها. یک سنگ دوباره قدرتی شده و راحت دیگه میزنه. بله
با بدشانسی یک کوین تانست که بزنه و اتک 100 میشه. بازی میفته دست بچهای دیسپلاسید با اختلاف 2 ستاره و کار برای بچهای تیم ما خیلی سخت میشه. الان باید 2 تا 100 بزنن تا به بازی بتونن برگردن. دیگه اصلا ریسک مخالفتان حال خیلی ریسک داره که متاسفانه بچهای ما ریسک بگردن گرفتن و تک شد. سلام ناتا سلام. نام دید ماستر استاد من شد یاد باش. دید ماستر یادم نمیاد متاسفانه. یادم نمیاد. سلام هارون سلام. بچه ها کسایی که فالو ندارین فالو کنین. دمتون گرم بچه ها. تشکر از حمایت هایتان، تشکر از لایک هایتان، جهان سپاس. بعد منتظر اتک سوم از بچهای ما باشیم. نمیدونم اتک سوم کی قرار است بزنه. اگر 1 تا 100 بزنن یک کمی دوباره امید برای ما میمونه. نیازمند یک 3 استار هستیم. 100 داشته باشیم میتونیم امیدوار باشیم برای بچهای ما که به بازی برگردن. سلام ولی ابراهیم اسمت است، درست اسمت نمیبینم. بله تیرش متاسفانه ده هدف نخورد. تیرش اگر درست میرفت مونولیت هم میزد، اینفرنوی مولتی هم میزد، چند تا ساختمان هم میزد و نیروهام خیلی خوب میرفتن پیش میرفتن، ولی متاسفانه تیر کوینش کار دستش داد. بریم اتک نجیب را ببینیم بچه ها. با ترکیب سوپر بولر 2 تا جاینت هم در ترکیب داره. نمیفهم که او جاینت را قرار است برای چی استفاده کنه. 1 تا بالون برای تست بمب سیاه، ماشین شعله انداز. به به، برای اولین بار میبینیم کسی ماشین شعله انداز استفاده میکنه با سوپر بولر. کوین 4 داریم مثلا ساعت 3. 1 تا جاینت برای سرگرم کردن ایکس بو استفاده کرده. اوکی یک 2 تا اینویزیبل استفاده میکنه. کوینش نرفت سمت داخل که پس دور کرد. 1 توتم استفاده میکنه برای اون قسمت تا کوینش یک ذره بیشتر بتونه جمع کنه. 1 ویزارد هم پشت سر کوین. کوین ریکال میکنه. ماشینش هم بالا رو داره قشنگ برش جمع میکنه تا در آخر اذیت نکنه. خب از این قسمت اتکش شروع میکنه. باید حواسش به گاردین باشه که نزنه هیلراش پرپر نکنه. خوشبختانه گاردین آمد به سمت دو. 1 فریز میکنه قسمت گاردین را. آیس گولم داره پیشتر تا تانک کنه نیروهایش را. واردن داره لودگری میکنه میره سمت بیرون. با نیروها نرفت واردن. دود میره وسط. یک ابیلیتی دود نیاز داریم اونجا. عالی دودش خوب بود. واردن پس دور کرد. چیرش خندیست معلوم نیست. یک دفعه ایسو میره واردن، یک دفعه اوسو میره. سرحساب واردن هم با ما هیچ مشخص نیست. ابیلیتی کوینه با خودش داره که هنوز استفاده نکرده. چند تا والکیری استفاده میکنه. سمت ساعت 9 از ماشین سوپر مینیون برآمد. 1 بیبی دراگون هم میدید سمت راست. اتک فیله. 100 نمیشه ولی شاید درصد بتونه بالای 80 برسانه، ولی اتک فیله. حرکت ماشینش هم خوب بود. تانست خیلی تخریب زیادی بگیره همراه ماشینش، ولی کوینش زیاد جالب پیش نرفت و به منوال اتک کمی خراب شد. 86%. جی به بچهای ما. جی به نجیب. بله همون بیسی که تک ستاره شد. تک ستاره که زدن نمیفهم. شایدم شاتز هستی. شاتز عزیز خوب هستی؟ صحتمند؟ دوست نجیب هستی؟ بسیار عالی. خیلی عالی. خوشبختم. خیلی عالی زد. بله در ترکیب روترایدر متاسفانه تیر کوین درست نخورد. ترکیب خیلی ریسکی هم هست. اگر تیر کوین هم نخوره خرابی میکنه. رویال چمپیون هم زیاد فکر نکنم نتونست جمع کنه. قرار بود سمت ریشتاور رو یک قسمتش جمع کنه ولی صحیح جمع نشد. سلام مسافر سلام، خوش آمدین. نیروهام 2 طرف رفت. بله متاسفانه نیروها نشد. با کینگ و دوکش درست نتونست کات بگیره و نیروها پخش و پلا شدن.
بعد منتظر اتک سوم باشیم از بچهای دیسپلاست. ریسک هم نمیکنن اینا، اصلا از مخالف نمیرن که کدام تک مک داشته باشیم ازشان. مپ منصور ببینیم با ترکیب هایدرا میزنه. اوکی ببینیم چی میکنه. اوکی این ترکیب هم ترکیب قوی هست و باید از این ترکیب ترسید. نیروها رو میندازه از سمت 10.11 پورتیگن. ببینید چقدر خوب جمع کرد، حتی تا اسکتر شاد رو هم از بین برد. دوم فعال میشه، نیروهاش کمی اذیت کرد. ابیلیتی وارتن همچنان نگه داشته. آیس گالم آیس لاوا هم میگیره آیس کرد. وایرس پیتر خوب از داره نیروهاش اذیت زیاد میکنه. چقدر بمب سرخ پیدا کرد تو قسمت. اولین ریچر سمت مونولیت استفاده میکنه. خدا کنه نیروهاش بیاره سمت پایین. گاردین نمان. اونو که هیرو رو میزنه اون خیلی خطرناک از اون. بزن. آها هیرو رو از بین برد. هیچی سمت تانهال نمونده، فقط یک زندگان داره. اتک داره میره تک شوه. اتک داره میره که تک استار شوه. تک استار شوه شانس داریم برای ازی که به بازی برگردیم. اتک کولتیگن چه ساختمان فصلی از این هد هانتر. ریشه میکنه همون قسمت رو میره دوکا زنده کنه. امیدوار هستیم به گاردین باید اون تلکو. آفرین گاردین. خود گاردین بزن. گاردین دانم هستی. گاردین نمان. ایکس بو گرفته حالا 2 ایکس بو هم میشه. نمیتونه دوک نمیرسه به تانهال. تک استار. چه بازی جذابی شد. 3 استارشان هم اینانی زیاد محض اطلاع کارکرد نداره. فقط 100 میخوایم از بچهای ما. 100 میخوایم تا به بازی برگردیم. بازی جذاب شد. جیجی منصور با این مپ و با این دفاع درصدم چقدر برابر هستیم. 48 و 80 48 و 60. 100 میخوایم از بچهای ما. منصور و سجاد 2 نفر از بچهای ما مونده. ببینیم که بچهای ما چی میکنن، میتونن به بازی برگردن. دفاع حقی گرفت منصور، خیلی دفاع خوبی بود. امید و ما شما تازه کرد به یک حساب. اینال یک امیدی هست. 3 استار میتونه امید ما را کلن برگردانه. چه اشتباهی کرد. چقدر خوب میزنه حالت اسپورت. ای هد هانتر چی از نامش هد هانتر نیست، ما دور هد هانتر میگم. اسم همون چی هست؟ همین ساختمان فصلی. در 2 ضربه مینیو پرنس خاک کرد. در 2 ضربه. سجاد همون آدمی نیست که دیشب، بله همون آدمی است که دیشب مرا 3 استار کرد. هیرو هانتر چقدر هیرو هانتر خطرناک بوده در حالت اسپورت. نباید دست کم گرفت. صدقه سر نجیب جان، صدقه سر جیجی شما همه زحمت‌های خودتان کشیدین. صدقه سرتان. انشالله بخیر. انشالله 2 تا مپ مونده. روکیه مونده و آندریو. فکر کنم از این طرفم روکیه و مهمت مونده. مهمت یکی از بهترین بازیکناشان است. باید او هم دست کم نگیریم ما شما. مپ هم که از یوسف و فواد مونده ای طرف. نمیدونم اتک بعدی رو کی قرار است بزنه از بچهای ما، منصور یا سجاد. امیدوارم بتونن 100 بزنن و همه ما شما رو خوشحال کنن. ماشاءالله خوشحال میشم از اینکه وقتی بچهای ما بازی دارن نام خدا برای حمایت خیلی بچه‌ها جمع میشن. 73 نفر امشب ما در لایف نفر داریم. تشکر از تک تک شما که بچه‌ها اومدین و بازی رو دارین تماشا میکنین و تیم مورد نظرتان رو حمایت میکنیم. بریم بچه‌ها. منصور میره اتک 4 رو میزنه روی مپ روکیه با ترکیب سوپر بولر. ببینیم منصور چه میکنی. فکر کنم قرار است کوین چارج بره که بله تیر یخی هم با خودش گرفته. یک دیواشکان استفاده میکنه تا کوین رو ببره به سمت فایر اسپیتر. امیدوارم که هیلرایش به معرض خطر گاردین قرار نگیره، چون اصلا این گاردین شوخی بردار نیست.
یک لحظه غفلت میتونه کل هیلرها را برباد کنه. یک لحظه نزدیک بود که گاردین بندازه او چتلیش عالی. خوب شد که گرفت تیر یخی، خیلی ایزی تانست که اون قسمت رو از بین ببره. اینویزیبل بعدی استفاده میکنم، میتونه تا از کت شد بره، فکر نکنم چون که خلاص شد دیگه اینویزیبلاش. اوکی بک پک داره، بک پک ببینیم با بک پک میخواد چه حرکتی را بزنه. یک الکترو تایتان استفاده میکنه تا اینجا آیس گولما رو راحت از بین ببره. او از این قسمت هم دوک استفاده کرد و بله اینجا دوک از این سمت میایه و رونج دو بالا از بین میبره. اینگ هم داریم اصلا ساعت 4 میدان. نیروها فکر کنم از این قسمت قرار است بیایه به میدان. بله درسته آیس گولم داریم. فایر اسپیتر هم داره اذیت میکنه دوک را. درستیم این آیر دیفنس سریع کینگ نمیه بزنه که دوک مرد. دوک میتونست بیشتر زنده بمانه بخاطر آیر دیفنس لعنتی. دوک از بین رفت. بیتی واردن همچنان نگه داشته، استفاده نکرده. باید ببینیم کی قرار است بیتی واردن داشته باشیم. و بیتی واردن استفاده شد. ریج داره، توتم داره، ببینیم چه میکنه منصور. تو ریج تاور در دو طرف قرار داره. یک ریج میکنه سمت پایین، فریز هم شد خودش. توتم داره برای بالا، کینگ میتونه سیف کنه. اوکی دوک هم زنده کرد، عالی. داره میره 100 شود، داره میره 100 شود بچه ها. رفت که 100 بزنن، منصور رفت که 100 بزنن. دو تا توتم داره، لس اسپل 100 زد، لس اسپل 100 بزنن. جی 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 با بچه های افغانستان ما، جی جی با منصور. لس اسپل یک لحظه زد رو دوره 4. لس اسپل 2 تا اسپل اضافه میاره روی مپ روکیه. یه از قدرت بچه های افغانستان. جی جی لس اسپل زد، مپ روکیه رو نابود کرد. خیلی زیبا. این رقمی است که بچه های ما قدرت نمایی میکنه در مسابقات کلش آف کلنز. خیلی زیبا زد. انالی را کل فشار میندازیم رو بچه های دیسپلاسید. ببینیم چه میکنن، میتونین 100 بزنین یا خیر. هنوز سجاد ما مونده. اتک آخر سجاد هم انشالله بخیر 100 دیگه بزنن، کار حل میکنیم روی بچه های ترکیه. چه بازی شده این بازی، به به چه کامبکی، چه کامبک شیرینی میشه که بتونیم این بازی رو ما برنده شویم. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، واقعا زیبا بود اتک منصور. لذت بردیم. و هم لس اسپل. کوین چارجش واقعا فوق العاده بود، خیلی زیبا بود. قدرت کوین مونده بود. کوینش فکر کنم ابیلیتی فعال داره چون که تیر یخی با تک سنگش داره، به حالت فعال می باشه. امیدوار هستم که کدام 3 سال دیگه نداشته باشیم از بچهای دیسپلاسید. یک بازیکنشون خطرناک مهمت، باید از او یک کمی ترسید. پلیر خیلی خوبشون از تیم ترکا. صدای بک‌گراند کمی زیاد است. چشم چشم. خب بچه ها میریم اتک 4 تماشا کنیم از بچه های تیم ترکیه. بله مهمت میاد رو مپ استار فواد با ترکیب کوین چارج سوپر باولر. هیلر رو بگی گاردین. هیلرها رو نمیخوره. چقدر بد شانس بودیم هیلرها رو نگرفت. اینویز استفاده میکنم. 3 تا اینویزیبل دیگه هم دارن. انشالله این اتک 100 نشه. اتک آخری مطمئن هستم 100 نمیتونم. فقط دعا کنیم بچه ها این اتک چشم بزنیم، چشم بزنیم این اتک نتونه 100 بزنن. اوه 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 کوین رفت. مونولیت یک ضربه و گیگا بمب. بزن کوینه. یک قطره مونده خون کوین. اوه چه یک طلای خوبی چیندی، چه طلای خوبی بود این قسمت از مپ فواد. دوکا داریم باکینگ از بالا، نیرو قرار از وسط بیاد داخل.
اسکولم اونجا رفت فریز کرد. مسیر خیلی خوب درست کرده، مسیر خیلی خوب درست کرده. کیکا لولش بالاست فکر میکنم. کیک انداخته برو در جیگر جانم کیک. میگرم یک کسل برآمد. 2 تا اسکالم و 1 دانه پوره ابیلیتی واردن استفاده میکنم. بنج و اینا رو فکر کنم واقعا از بین میبرم. خیلی مسیر خوب باز کرده بود. یک ریج استفاده میکنه. ریجم فعال شد. 3 تا اینفرنوی مولتی از این 3 تا اینفرنوی مولتی اگر بتونه کار در بیاره. ابیلیتی کینگ استفاده میکنه. اسکاتر شات هم هست. اسکاتر شات نمان. فقط 1 تا توتم باقی موندن. نیروها تیت و پرک شدن. فیلا ابیلیتی کوین نداره. ابیلیتی کوینش رفته. فیلا خلاص کرد. گپ خلاص از هیچ کاری نمیتونن بکنن. فیل باز هم با درصد پایین. بهترین پلیرشان هم بچه ها اومد فیل زد رو مپ استال فواد. هیچ کاری نمیتونه بکنن. اسکاتر شات بگی. اسکاتر شات بزن. یک ضربه دیگه اسکاتر شات. یک ضربه دیگه اسکاتر شات زد بولرایش. یکی دیگه عالی. تمامه بچه ها. تمامه. فقط اتک سجاد مونده. 2 اتک آخر و 2 اتکی که سرنوشت ساز است. 1 اتک از بچهای آرتی اسپورتس بچهای افغانستان خودمون و 1 اتک از بچهای ترکیه. چه بازی داره میشه. خیلی بازی جذاب شده. 68 و 80 و 65 و 20 درصد هم دست ما هست. اگر 100 بزنه سجاد بازم بردیم. اگر درصد بالا بزنه همه چیز برمیگرده باز به اتک آخر بچهای دیسپلاسید. جالبیش است که هر دو هم شماره 1 ها مونده. یک شماره 1 بچهای ما و شماره 1 بچهای ترکیه. بازی در لحظات اوج جالبی خودش رسیده. 92 نفر در لایف. ماشاءالله چقدر رکورد لایف دارین میشکنید. دهی 1 ماهی که دوباره برگشتیم به استریم. خدا یارتان بچه‌ها. جان سپاس از حمایتاتون. بریم اتک آخر رو ببینیم از بچهای افغانستان خودمون. سجاد روی مپ آندریف با ترکیب تروور یا همون تک چشم. ببینیم چه پلنی ریخته. قرار است که تیر کوین داشته باشیم همراه با بک. 7 تا زلزله یا رفته ای بشر. 7 تا زلزله چه خبره؟ چی رو میخوای بزنی تو بشر؟ تیر کوینش هم صحیح نخورد. تیر کوینش هم نخورد که بدن مونولیت کستل و چیزم میپران. اوکی خیرش باشه. توتم داره. زیاد توتم داره. انشالله گپی نیست. هیچ تشویش نکنیم. آرامش خودمون رو حفظ کنیم. ماشین ملوار انداز گرفته. عالی هست. بتونه مونولیت ضربه‌ای بزنه. مونولیت سریع از بین رفت. عالی شد. کینگ هم اومد با اینکه ریونج بزنه. امیدوارم کینگ خود بتونه برسونه به ریونج. یک توتم استفاده میکنه برای گاردین. آره با نیروی با الوار انداز که تانهال زد. عالی شد. دارش از تانهال راحت است. باید حواسش به گاردین باشه. تانهال زد. تانهال زده شد. اینجا توتم استفاده نکرد و توتم نگه داشته برای تک چشماش. ولی تیر کوینش نخورد. صحیح تیر کوینش میخورد خیلی میتونست بهتر باشه. درصدش هم داره میاد پایین. چی میکنه؟ 2 تا زنده میکنه همراه با یک توتم. یک توتم هم برای ریونج. 2 اتک ما خراب شد سر تیر کوین که میخورد خیلی مسیر خوب باز میشد. 7 تا زلزله استفاده کرد. یک قسمت پران ولی یک قسمت نتونست صحیح جمع کنه. میره برای درصد گیری. میخواد درصد ببره بالا. دیگه فهمید که اتک 100 نمیشه ولی باید درصد ببره بالاتر. الان جنگ درصد است.
جنگ درصد است و ببینیم که موفق بیشتر کی خواد بود، بچه های ما یا بچه های دیسپلاسید از ترکیه. حیف شد تیر کوین، اتک یوسف هم متاسفانه تیر کوین درست نخورد، اتک سجاد هم نصف کله خورد چون یک طرف پران ولی یک طرف با کستل و مونولیت و دیگر مولتیگیر تاور نخورد. فکر کنم بتونن این تک چشما درصد بیشتری هم بگیرن چون چیز خاصی رو من نمیبینم اینجا بتونن دمیج بدن. 82%، 83، عالی. همینطور داره درصدا میره بالاتر و بالاتر. انشالله تا 85 هم برسانن گپر است. 86%، عالی عالی عالی. 86%. همه چی بستگی داره به اتک آخر بچه های دیسپلاسید. واو او مای گاد. 65، 75، 85، 99 هم بزنه بچه ها باختن. تیم دیسپلاسید اتک آخرشانه اگر 99% هم بزنن باختن. باید اتک آخرشان رو مپ یوسف 100 بزنن، باید 100 بزنن وگرنه باختن. ببینیم چی میشه. این اتک آخر خیلی میتونه جذاب و دیدنی باشه. چه بازی شد واقعا، فکرشو نمیکردم اینقدر بازی جذاب شوه. امیدوارم مپ یوسف دفاع بگیره. نمیدونم چه مپی را استفاده کرده یوسف. روکیه میره رو مپ یوسف، باید سب بزنه. او چی مپی هم استفاده کرده. اینویز دارم هست با ترکیب دراگون رایدر. قرار است مخالف بزنه مثل اینکه روکیه اینویز داریم از سمت تانهال. اینویزیبل میکنه اینجا. آیس بلاک مخالف میکنه. بله آیس بلاک میکنه تا خب تو که باید 100 بزنی دیگه، چرا از تان میری؟ من نمیفهمی. حالا پلن ریخته دیگه نفر. ببینیم با این دوکیمیز میدانه سمت تان حالا جمع کنه. عالی. فایل اسپیتر رو قشنگ تانستن دو تا خونش کم کنن. اینویزیبل بعدی، یک اینویز فقط برش باقی مانده. رفت به سمت مولتیگیر تاور. لنکستر خالی میشه. چند تا ادوانتر ویچ داریم، کوره داریم. بعضی که ویچ ها تانستن سر بکشن از داخل سم. عالی شد. دراگون رایدر رو میندازه سمت یک فایر اسپیتر. یک تا زلزله هم داره برای استفاده کردن چمپیونش. قرارست چمپیونش بیا این اسپیتر طرفی رو جمع کنه مثل اینکه. ولی یک گله اسکلت رفت بالا. اسکلت باید بزنن. برو اسکلت ها برین به سمت چمپیون. برو. چمپیون به اسکلت بزن. عالی شد. از که بهتر دیگه نمیشد. ریش تاور فعال شد. ابیلیتی واردن رفته. مجبور است پرنس بزنه وگرنه خیلی اذیتش میکنه. آخ اتک داره خطرناک میشه. یک فریز داره. ابیلیتی میلیون پرنس داره. کلی چیز مانده آجی. ساختمان زیاد مونده میتونه جمع کنه. فکر نکنم مولیت الان چپا میکنه میگیره. فیل. بردیم تمام. پرقدرت بچه افغانستان و بچه ها بازی رو بردن. میزنه رو دوره 4 چون میفهمه دیگه هیچ چاره ای نداره جز تسلیم شدن. هیچ چاره ای ندارن در مقابل بچه افغانستان تیم ترکیه تسلیم شود. چه برد دلچسبی، چه پیروزی شیرینی در بچه های افغانستان تیم ما RT اسپورتس کسب میکنه با درصد 86 بر 79-60. یک کامبک تاریخی داشتیم. واقعا یک کامبک تاریخی داشتیم. خیلی لذت بردیم از او تکستار ما و تا به بازگشت ما با اختلاف 2 ستاره‌ای که حریف با ما داشت. اختلاف 2 ستاره رو تونستیم پس جبران کنیم و به بازی برگردیم. واقعا دیوانه‌وار از اصلا یک چیز خیلی کم پیش میاد در بازی کلش آف کلنز در حالت اسپورت که شما 2 ستاره اختلاف داشته باشین و بتونین کامبک بزنین، حریفتون رو شکست بدین.
جیجی و بچهای آرتی اسپورت واقعا افتخار میکنم به این تیم، افتخار میکنم. دم همگیتان گرم، دم همه شماها گرم که رکورد لایف از زدین برای امشب. 105 نفر در لایف از این، دمتان گرم واقعا. از اینکه لایک کردین، از اینکه بیادر حمایت کردین از تیم ما و از تیم همگی ما و شما از کشور افغانستان. واقعا بچه‌ها دم همگیتان گرم. یک اسکرین شات هم بگیرم از این بازی. تیمای ترکیه هم خوب بچه‌ها، خوب بازیکن‌ها دارن، پلیرهای خوبی داره، خوب مقابله کردن مقابل ما، ولی دیگه زورشان به بچه افغانستان نمیرسه. افغانستان که از یک لول بالاتر است در گیم کلش آف کلنز. از پلیر مهمت از اینا میترسیدم چون کاپش خیلی خوب بود ولی نتونست، خراب کرد و دیگه‌اش هم که چندان چیزی نبود. ویدیویی از این حتما میگیرم بچه ها، پست میکنم داخل یوتیوب و دوستان اندیوالاتان که این بازی رو ندیدن در پخش زنده بفرستین تا بتونن بیاین او بازی رو هم تماشا کنن. کدام تورنمنت هست؟ تورنمنت بتل دومیناتورز. خب عزیزای دل بچه ها، یک گپ دیگه من از شما خواهش دارم، امی چینل یوتیوب من رو برین سابسکرایب کنین بچه ها. فقط یک 5-6 نفر نیاز داره فکر کنم مانده که سابسکرایبش کنین. 3 تا جایزه من از طرف کلش آف کلنز دریافت میکنم به عنوان کریتوری. 3 تا جایزه رو من براتون باز میذارم به عنوان قرعه کشی در چنل تلگرام، در هر جای شما رو میگم با خبر میسازم. اون وقت بیاین و یا قرعه کشی انجام میتونم. هر کسی که برنده شد میتونه برنده همون جایزه شوه. برین به اسم فرهاد سمندری به انگلیسی سرچ کنین داخل یوتیوب و چنل یوتیوب ما رو حتما برین. امیالی 70 نفر هستین، 30 نفرتان هم که میالی بره سابسکرایب کنه فهمیدی امو جایزه ای که برای من اونجا تعیین شده از طرف کریتوری سوپرسل برای من داده میشه. 3 تا چیز هست و خودم نمیفهمم، شاید گلد پس باشه، شاید هم اسکین باشه یا شاید هم منظره باشه که من اونمو رو باز برای شما به قرعه کشی میگذارم. همراهش یک تورنمنت تک نفرم جور میکنم 50 نفره که ساعت شما همراه ما تیر شوه یا فردا یا پس فردا شب دیگه. این قدر از دست ما برمیه که برای شما خوبان انجام میدیم. جی بچه ها، شب خوبی داشته باشین عزیزای دل. تشکر از این که تا این لحظه همراه ما بودین. به خدا میسپارمتان انشالله تا یک بازی دیگه همینطور پرهیجان پرشور. تا دیدار بعد شما رو به خدا یکتا میسپارم. شبتان بخیر عزیزای من.